الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، بارك الله فيكم. برادر سوال نمودند که معنی حدیث را به ما شرح بدهید که مؤمن قوی بهتر است و دوست داشته تر است در نزد الله از مؤمن ضعیف. بارك الله فيكم. اولا این حدیث را صحابی جلیل عبدالرحمن بن صخر ابو هريره رضی الله عنه روایت می کنند. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. البته این حدیثی صحیح است، حدیثی که امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیحشون از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند. معنای حدیث این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن مؤمن قوی، مؤمن با قوت بهتر است و دوست داشته تر است، محبوب است در نزد الله از مؤمن ضعیف، مؤمن بقوت. و فی کل خیر، و در همه اشون خیر، نیکویی وجود دارد. احرص علی ما ینفعک، حریص باش به آن چیزهایی که به تو فایده میدهد، فایده دهنده است. حریص باش، چیزهای فایده دهنده را از خودت جدا نکن. و استعن بالله، و تکیه به الله بکن. و استعن یعنی استعانه، طلب کمک، یعنی از الله طلب کمک نما. ولا تعجز، هیچگاه از جمله عاجزان نباش، عاجز نباش. و این اصابک شیء، اگر به تو یگان مصیبت رسید، یگان بلای رسید، یگان مشکلی رسید، تون مگو که اگر این چنین میکردم این چنین میشد، اگر آن چنان میکردم این چنین میشد، اگر نگو، بلکه بگو قدر الله و ما شاء فعل، قدر الله هست و هر چیزی که الله خواست کرد. زیرا که البته کلمه لو یعنی اگر به چیزی گذشته، به حادثه گذشته، بعد از گذشته شدنش اگر گفتن میکشاید عملی شیطان را، در بعضی روایت‌ها باب دروازه عملی شیطان را. بارک الله فیکم. روایتی این مسلم هست، حدیث صحیح است. لیکن مقصد از مؤمن قوی کی هست؟ علما میگن مقصد از مؤمن قوی در این حدیث مؤمنی که روحاً قوی هست، یعنی ایمانش قوی هست. در اینجا مقصد از قوی بودن مؤمن، قوی یا قوت ایمان است. قوتی که در این حدیث آمده است معنای قوت ایمان، یعنی قویگی ایمان رو دلالت میکرد. قوت ایمان، قوت علم، قوت طاعت و اطاعت الله، قوت فکر و اندیشه، قوت نفس، قوت اراده. و بعد از این قوت بدن رو هم اگر انسان قوی باشد و همین قوی بودنش برای دینش و برای پیشروی دینش کمک بکند، همراه کردن ممکن است. اما اصل این حدیث برای مؤمن قوی الایمان دلالت میکند. بعضی ها این حدیث رو غلط شرح میدهند و میگن مؤمن قوی یعنی مؤمنی که جسمش قوی هست، مجسمه جسمش بزرگ است، مشک ها دارد و غیره. اما نه، این طور نیست. بلکه مؤمن القوی، مؤمن قوی الایمان، مؤمنی که ایمانش قوی هست، توحیدش قوی هست، علمش قوی هست، اراده قوی دارد. گرچنده که خودش جسمش کوچک است، لاغر است، کسی نباشد، اما این در نزد الله دوست داشته تر است و بهتر است از یک مؤمنی که ضعیف است. شاید یک مؤمنی که جسم بزرگ دارد، به نهایت
قوی هست جسماً ظاهراً، اما اراده ضعیف دارد، اما از توحید بیخبر است، اما ایمانش ضعیف است. پس عبرت در این قوه ایمان است. بارک الله فیکم. و از این حدیث میفهمیم که برادران و خواهران موحدم، انسان باید به چیزی فایده بخشنده حریص باشد. بمانندی امروز مثلا گوش کردن درس ها، سوال و جواب کردن، مشغول بودن به ذکر، مشغول بودن به تلاوت، مشغول بودن به صله رحم را تواصل کردن و غیر از این. و از این حدیث فهمیده می شد که انسان همیشه باید کمک را از الله سبحانه و تعالی بطلبد، طلب کمک از الله بکند و هیچگاه عاجز نباشد، حرکت بکند. و مهم این است که اگر بلای به بالای شما رسید، یگون مشکلی مصیبت، نگوید که من اگر به این خیل می کردم این چنین می شد. اگر جایز نیست، حرام است. زیرا که بگوید که قدر الله، تقدیر الله هست، هر چیزی که الله خواست ما شاء فعل، انجام داد. چرا که اگر گفتن به حالت عملهای گذشته عمل شیطان رو باز میکند. البته در مسئله آینده اگر گفتن جایز است، مثلا نقشه برای کشیدن اگر گفتن جایز است، اما به گذشته اگر گفتن جایز نیست. و امام نووی رحمه الله هم همین رو گفتن، میگن مراد بالقوه هنا عزیمه النفس والقریحه فی امور الاخره. مراد از کلمه قوت در این حدیث این عزیمه نفس است و قوی بودن در ایمان و یقین داشتن در مسائل روز قیامت است. بارک الله فیکم. پس این بود معنای این حدیث. السلام.